شما برنامه خبری رادیو آزادی‌ро مستقیما تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. تا 15 دقیقه دیگر همراهتون. نخست می‌بینیم که در برنامه امروز 24 اکتبر کدام موضوع‌ها را داریم. صندوق بین‌المللی پول گفت که به تاجیکستان قرض می‌دهد، اما به شرط مفلس اعلام کردن دو بانک دچار مشکل. امانتگزاران هم از کار بانک‌ها شکایت دارند. آنها ما را ترس می‌دهند. میگویند هر قدر زیاد شکایت کنید بانک ما را می‌بندند و شما هیچ چیز نمی‌گیرید. قانون را بازنگری کنید. سازمان ملل متحد منع پوشش لباس‌های مذهبی را در فرانسه نقض حقوق انسان نام برد. و گشت‌وگذار در دل شب در دایره روز جهانی ببر برفی در تاجیکستان نیز به ضرورت حفظ این جانور نادر تاکید کردند. ببر برفی ثروت بی‌بهای سرزمین ماست. ما با وجودش افتخار میکنیم، بنابراین به حفظش میکوشیم. و شروع میکنیم از اون که نمایندگان حکومت‌های تاجیکستان و امریکا در مشورت‌های سیاسی سالانه روابط دو جانبه را نتیجه گیری و همکاری‌های منبع را بررسی کردند. ملاقات 23 دکبر در دوشنبه صورت گرفت. هیئت امریکا را امیلیا پوما معاون یاور وزیر امور خارجه امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی نمایندگی کرد. صبح امروز خانم پوما درباره نتیجه‌های نشست صحبت آراست و به سوال‌های خبرنگاران پاسخ داد. خانم پوما گفت همکاری‌های سیاسی و نظامی میان تاجیکستان و امریکا حمایت از آزادی بیان از آن مسائلی بود که در جریان سفر او با مقامات تاجیک مطرح شد. در میان مسائل دیگری که به قول دیپلمات آمریکایی در چارچوب مشورت‌های سیاسی صدا داد، موضوع آشکار بودن کاری حکومت در برابر ژورنالیستان، بازبینی شدن پرونده حقوقشناس بزرگ میریاروف و دیگر مسائل‌ها بوده است. مشورت‌های سیاسی میان تاجیکستان و امریکا سالی یک بار صورت می‌گیرند. صندوق بین‌المللی پول از تاجیکستان خواسته از دو بانک دچار مشکل شده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را مفلس اعلام کند. این نهاد مالی میگوید در صورت اجرا شدن این و دیگر توصیه‌ها به تاجیکستان 300 میلیون دلار میدهد. اما مقامداران تاجیک به این شرط سازمان بین‌المللی پول راضی نیستند و میگویند مفلس اعلام کردن بانک‌ها میتواند ناراضگی مشتریان زیاد را به بار آورد. این هم در حالی است که به این هم امانتگزاران این دو بانک بزرگ از فعالیت آنها ناراحتند و امکان پوره بازپس گرفتن پسندازهایشان را ندارند. در این موضوع همکاران ما از تلویزیون نسته شیوریمیا گزارش آماده کردند. امانتگزاران تاجیک صادرات بانک برای گرفتن 20 دلار پیوسته به نزد بینای مرکزی آن می آیند. اما همین مبلغ را نیز بانک هر روز نمی دهد و مشتریان دیگر برای بازپس گرفتن امانتهایشان ناامید شدند. آنها ما را ترس میدهند. میگویند هر قدر زیاد شکایت کنید بانک ما را میبندند و شما هیچ چیز نمیگیرید. مشکلات پرداخت‌پذیری دو بانک تجارتی تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک 3 سال است ادامه دارد. تا گرفتار شدن به بحران مالی در این دو بانک بزرگ بیش از 50% امانت عمومی ساکنان گذاشته شده بود. برای همین حکومت جهت نجات دو بانک بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون سومانی کمک کرد. این نهادهای مالی موظف شدند که مبلغ را تا 5 سال آینده برگردانند، اما با گذشت 2 سال نتوانستند سرمایه‌گذاری خارجی یابند و قرض را باز پس بدهند. Ресурсы есть, можно их привлечь, очень много избыточных ресурсов. امکانات وجود دارد. سرمایه‌گذاران خارجی را می شود با پیشنهاد شرط‌های مساعد جلب کرد. تنها حکومت و بانک‌ها باید فعال باشند. Требуется только активность более высокая со стороны банков и поддержка со стороны правительства. سرمایه‌گذاری خارجی برای برون رفت بانک‌ها از مشکلات می‌تواند کمک کند. وجود چنین مبلغ‌گذارها تا اندازه اعتماد مشتریان را برقرار کرده بازپس گرفتن امانت‌ها را کاهش می‌داد. اما کارشناسان میگویند احتمالاً این بحران را به طور سنئی به درازا می‌کشند تا بانک‌هایی که به نزدیکان افراد بلند مقام تعلق دارند امکانات خود را با تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک گرفتار مشکل برابر کنند. بانک‌های خارجی هم وضع نظام بانکی را می‌آموزند و حالا کم نفران پیدا می‌شوند که برای تشکیل بانک هوسمند باشند. تلاش حکومت برای محدود کردن حضور بانک‌های خارجی در تاجیکستان به سیاست حمایت بازار و نظام بانکی داخلی وابسته است. و فکر من این یگان جای بدی ندارد. صندوق بین المللی پول به مفلس اعلان کردن دو بانک تجاری کشور پای فشاری دارد.
این یکی از شرط‌های سازمان به تاجیکستان برای دریافت 300 میلیون دلار قرض است. اقتصادشناسان پیش گذاشتن چنین طلبات را به آن وابسته می‌دانند که این دو بانک نشاندادهای عمومی نظام بانکی را در تاجیکستان بد نشان می‌دهد. فعلا بانک‌های دیگر بجز از تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک نشانداد خوب دارند. با از بین بردن آنها احتمالاً بحران نیز رفع شود. فعالیت این بانک ها وضع نظامی عمومی را ناخوب می کند، زیرا تاثیر این دو بانک همان زیاد است. شاید از نقطه نظر آماری چنین اقدام از نگاه سرمایه‌گذاران خارجی بهتر می بود. اقدام های بعدی چی خواهد بود کارشناسان حدس زدن نمی توانند. اما بانک های گرفتار برهم داده شوند وضع امانتگزاران چی می شود و اگر باقی بمانند پس راه جلبی سرمایه گذاران کدام خواهد بود؟ سوال هایی است که هنوز پاسخ ندارند. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. یک کودک 4 ساله توجیک شب گذشته در داخل هواپیمای خطسیر مسکو دوشنبه جان داد. مسئول نمایندگی شرکت یوتر در دوشنبه گفتند بعد بلند شدن هواپیما از شهر مسکو وضع سلامتی کودک بدگشت. از این خاطر هواپیما مجبور شد به فرودگاه شهر اورنبورگ نشست اضطراری انجام دهد، ولی پسر بچه در این مدت جان داده است. کودک را تقویش همراهی می‌کرد و حالا با جسد او در شهر اورنبورگ است. اسم پسر بچه هلاک شده و سبب‌های درگذشت او فعلا معلوم نیست. هواپیمای شرکت یوتر بعد از تأخیر چند ساعته صبح امروز به دوشنبه رسید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. رئیس دفتر سازمان ملل در تاجیکستان پراتیپا مهتا میگوید تلاش‌های دولت برای ریشه‌کن کردن اذیت و آزار زنان چی در کوچه و بازار چی در خانه باعث قدردانی است، ولی کارها در این سمت باید بیشتر کرده شود. در تاجیکستان ماه‌های اخیر چند جوان را برای گپ‌پرتویی و یا دشنام دختران در کوچه جزا دادند تا به گفته مقامات چنین رفتار در کوچه‌ها کمتر شود. همکار ما نیسا رسولова با پراتیپا مهتا درباره اذیت و آزار جنسی دختران صحبت کرد و اول نظر او را درباره تلاش‌های مقامات پرسید. اذیت و آزار جنسی در هیچ جای قابل قبول نیست، نه در خانه نه در مکان‌های عمومی. رو که اذیت و آزار جنسی را نه تنها در کوچه ها بلکه همه جا زیر نظارت گرفتن بسیار استقبال میکنیم. به فکر من این یک قدم بسیار مهم است. ما بسیار امیدواریم که در برابر تدبیرهایی که حکومت برای رسیدگی به این مشکل میاندیشد بلند برداشتن آگاهی جامعه درباره این مسئله هم یک بخش آن میشود. مهم این است که حکومت مراقب این مسئله باشد. نقش پلیس و رعایت قانون و ترتیبات بسیار مهم است. مهمتر از این آگاهی جامعه است که باید از هر نوعی اذیت و آزار زنان پیشگیری شود. باید آگاهی پسران، نورسان و جوانان بالا برداشته شود. ما امیدواریم تشبس‌های حکومت همچنین در اجرای قانون درباره پیشگیری از زورآوری در عائله مساعدت می‌کند. اذیت و آزار باید در تمام جاها خاتمه داده شود. سوال دیگر از پراتیپا مهتا این بود که آیا جزا و تنبیه دادن چند نفر میتواند برای دیگران درس شود و اذیت و آزار دختران و زنان را از بین برد؟ خشونت بر ضد زن جنایت است و کسی جنایت کرده باشد باید جزا بگیرد. جزا یکی از بخش‌های رسیدگی به این مسئله است. این کار را میتوان همراه با جوانان و دختران انجام داد تا مشکلی را بهتر درک کنند. چون که وقتی دختران و پسران معاشرت میکنند بسیاری از جوانان و پسران فکر میکنند که رفتارشان عادی است. شیوه مناسبت رفتارشان به دختران عادی است. آنها فکر میکنند تبعیض، زدن و آزار دادن دختران در کوچه‌ها یک چیز عادی است. فکر میکنند که رفتارشان معمولی است. ما باید این را بگوییم که چنین رفتار قابل قبول نیست، عادی نیست، بلکه زشت است. زدن دختران، تبعیض آنها رفتار بسیار نادرست است. برای از بین بردن این آگاهی و تربیت لازم است. لازم است که کودکان را از خردی به شیوه دیگر تربیت کنیم. برای از بین بردن این ظاهرات اندیشیدن تدبیرهای گوناگون لازم است. در برخی از کشورها جنبش‌های مردمی شروع شده است و زنان یک جا صدا بلند می‌کنند. بسیار خوب است که آنها صدا بلند میکنند. اگر نفر جنایت یا رفتار ناجا کرده باشد باید بداند که پاداش آن را میپردازد. صحبت مفصل پراتیپا مهتا به همین زودی ها در وبسایت رادیو آزادی و کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود.
ضمناً سازمان ملل متحد گفته است که منع پوشیدن نقاب در فرانسه نقض حقوق انسان است و حکومت این کشور باید قانون منع پوشش این لباس اسلامی را بازنگری کند. عین زمان به گفته یک کمیته مخصوص سازمان ملل، فرانسه باید به زنانی که در نتیجه قبول این قانون رنج کشیدند جبران بپردازد. طاهر سفر موضوع را ادامه می‌دهد. کارشناسان سازمان ملل میگویند منع پوشیدن نقاب در فرانسه نقض حقوق انسان است. نمایندگان کمیته حقوق بشری سازمان که اجرای عهدنامه رعایت حقوق مدنی و سیاسی را نظارت می‌کنند گفتند که در قانون‌های فرانسه مخالفت یافتند. ما دو مورد اختلاف را پیدا کردیم. بند 18 آزادی اعتقاد و رعایت آزادی آن را ضمانت می‌دهد. بند 26 تبعیض را ممنوع می‌کند. بر اساس توصیه‌های ما فرانسه باید با آنهایی که حقوقشان نقض شده است جبران پردازد. همچنین قانونش را که مشخص نیست بازنگری کند. فرانسه سال 2010 اولین کشور اروپایی شد که به مردان و زنان اجازه نمی‌دهد رویشان را در مکان‌های عمومی پوشانند. نه تنها نقاب، برقع و فرنگی اسلامی بلکه پوشیدن نقاب‌های دیگر و کلاه‌های محکم را نیز منع کردند. کسی این کار را می‌کند 150 یورو جریمه می‌شود. مقامات فرانسه امکان داشتند وجه و دلیل‌هایشان را بگویند، ولی آنگونه که کمیته سازمان ملل میگوید وجه فرانسه حامیان حقوق را قانع نکرد. آنها میگویند این وجه فرانسه که منع پوشانیدن روی برای تامین امنیت و همزیستی آسایشته جامعه ضرور است درست نیست. ما می‌بینیم که پیامدهای قانون بیش از حد است. انسان‌ها در کوچه زیر نظارت پلیس قرار می‌گیرند و بازداشت می‌شوند. اکثریت آنها زنان نقاب پوش هستند. یعنی ما شاهد تبعیض و تبعیض دوچند هستیم، چون فقط گروه خرد زنان مسلمان عذاب می‌کشد. اجرای توصیه‌های سازمان ملل حتمی نیست، ولی فرانسه باید به آنها احترام بگذارد و گزارش بدهد که بعد توصیه‌ها چه تدبیرهای اندیشیده است. ببرهای برفی در حالت شکار در آغوش کوههای پربرف و گشت‌وگذار در دل شب چنین است نمونه عکس‌های این جانور نادر که در اولین نمایشگاه در دوشنبه پیشکش دوستداران طبیعت شد. تشبسکاران نمایشگاه باوری دارند اقدام مذکور برای حمایت ببر برفی که شمار کمی آنها در تاجیکستان باقی مانده است مساعدت می‌کند. این قهوه‌خانه خرد در مرکز شهر دوشنبه چند روز به مکان تشویق جانوردوستی تبدیل یافته است. دیوارهای آن را این بار عکس‌های ببر برفی از حیوان‌های نادر زیب دادند. ببر برفی ثروت بی‌بهای سرزمین ماست. ما با وجودش افتخار می‌کنیم، بناهن به حفظش می‌کوشیم. حالا 300 ببر برفی در بدخشان زندگی می کند. 50 سال مقدم شکار آن به خاطر نادر بودنش منع شد. مسئولین این قهوه‌خانه به خاطر جلب کردن افکار مردم برای ضرورت حفظ آن نمایش عکس‌های این جانور کوهی را تشکیل کردند. مهمانان ما را تماشای این عکس‌ها به وجد می‌آورد. با اطلاعات درباره این جانور دقت می‌دهند. ببر برفی از نوع جانور میرنده است و بعضی‌ها تازه فهمیدند که آن در کوهسار وطن ما زندگی می‌کند. عکاسی نمودن ببر از کارهای سنگین است. مؤلفان این تصویرها آدم‌های گوناگونند که با تلاش‌های زیاد در بلندی 6000 متر عکس این جانور را گرفتند. مینا از شمار کسانی است که دائم معرکه‌های طبیعت‌گرایانه صاحبان این قهوه‌خانه را می‌بیند. پیش از این معرکه برای حفظ سگان دیدو دایر کرده بودند. عکس‌های عجیب و زیبا، قهوه خوب با این تصویرها مطابقت دلنشین دارد. در مدت 4 روز به جز تماشای عکس‌های جالب، مهمانان قهوه‌خانه مزه کوکتل ببر برفی را می‌چشند. تصویر بالای آن هر بار بر محافظتش تاکید می‌کند. واقعاً با مزه است. برنامه امروز ما انجام یافت. تشکر برای همراهی. فردا شما را با خبرهای نو منتظر می‌شویم و تا آن دم هر یک شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.